منع حرکت قطارهای مسافربر از تاجیکستان به قلمرو روسیه صبح 17 مارت 10 نفری را که نیت مهاجرت به این کشور را داشتند در نزد ایستگاه راه آهن دوشنبه جمع آورد. آنها مبلغ چیپته‌های خریده‌شان را پس می‌گیرند. برخی از آن شکایت دارند که برایشان در اداره راه آهن مبلغ کم می‌دهند. امیرشاه علیف میگوید بر عوض 1150 سومانی چیپته قطار به سمت روسیه را خریده بود، اما حالا برایش 200 سومانی کمتر دادند. 200 سومانم سوخت. چیکار می‌کنید؟ تمام می‌خورید. چیکار کنم؟ خانه‌تون می‌روید. عموما در تاجیکستان چیکار می‌کنید؟ شما باید بیکار چیکار می‌کنم؟ کامغال چیکار می‌کنم؟ پولی اینمو یه روز در پاییز میخری کو همو پولا بیلیورا خیچوی پای همش 270 سوم شد. همو پولا وزورت نکردستیان. برخی از مسافران میگویند از شام دیروز برای گرفتن اطلاع دقیق و برگردانیدن پول چیپته‌های خود در نوبتند. از ساعت 8 بیگا اومدگیم اینجا ایستادگیم. اینا میگه اینا آدم دیدی چه خودم میسورا تالپاوه اینا ایستادگیان. یگام کس یگام چی نمیگه که امی پولا بتیان مردم خونش میروا. مسئولین راه آهن به خبرنگاران این وضع را شرح ندادند. اما حکومت روسیه اعلام کرد که با هدف پیشگیری از پنشوی کرونا ویروس از 18 مارت تا 1 می امسال ورود شهروندان خارجی و افراد به شهروند را به قلمروش منع می‌کند. این خبر صدها شهروند تاجیکستان را که هر سال در ایام بهار برای کار به روسیه می‌رفتند غافلگیر و نگران کرد. مسافرانی هم که طریق هواپیما باید بعد از سنه 18 مارت به روسیه می‌رفتند این شب روز در بلیط فروشی‌های دوشنبه سرگردانند. با دلشاد نوربایف که باید روز 18 طریق شرکت اورالسکی اویالینی از خوجند به روسیه پرواز میکرد، یک روز پیش از سفر گفتند با این خط سیر تنها شهروندان روسیه اجازه پرواز دارند. لغو سفر هرچند دلشاد را ناراحت کرده است اما میگوید وضعیت را درک میکند. نرفتیم یک ماه دو ماهی هیچ گپ نیست. نه ازشون است که مثلا خدا نشانت نداره کرونا ویروس با تاجیکستان خوبش که محکم کنم نه چیکار کنم. بلیط فروشی های دوشنبه علاقه رسما آگاه کرده شدند که تا آغاز ماه می به شهروندان تاجیکستان برای سفر به خارج از جمله روسیه چیپتن نفروشند. در یک آگاهی دیگر به آنها تاکید شده است که تنها به شهروندان روسیه چیپته پیشنهاد شود. آنهایی که علاقه چیپته بعد از روز 18 مارت را خریداری کردند یا پول چیپته ها را پس میگیرند یا بعد از ماه می سفر خواهند کرد. مراجعت کرده استن و یگان کار کرده نشده است فقط یا که یعنی اجازه یا کمپانی قطعی وزارت میشه یا که فقط چیز باشه دیگر کدام می‌کنه. قرار منع ورود به روسیه به یک گروه محدود از جمله دیپلمات‌ها، راننده‌های ماشین‌های بارکش بین‌المللی، سرنشینان هواپیما و کشتی‌ها و صاحبان سند اقامت دائمی در روسیه دخل ندارد. شرکت اورال ایرلاینز برای روز 18 مارت پرواز 7 خط سیر خود را بکار کرد. اکثر دیگر شرکت‌ها هم قسماً پروازهای خود را قطع کرده تنها به بردن شهروندان روسیه به روسیه و بیرون آوردن شهروندان تاجیکستان از روسیه اجازه دارند. اما پروازها به روسیه و کشورهای دیگر تا فردا 18 مارت ادامه خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک خبر به شهروندان توصیه داد که بنابر محدودیت‌های ورود به روسیه به خاطر کرونا ویروس از سفر به این کشور خودداری کنند.